آنجلینا جولی ستاره بی‌بدیل هالیوود نه تنها به خاطر استعدادش توی بازیگری و کارگردانی معروفه، بلکه زندگی مجلل و جنجالیش هم همیشه توجه ها رو جلب کرده. امروز با هم به اعماق زندگی لاکچری این هنرمند قدرتمند میپردازیم و از جزئیات شگفت‌انگیز و جنجالیش بهتون میگم. آنجلینا جولی مالک مجموعه‌ای از املاک لوکس تو سراسر جهانه. هر کدوم از اونا داستانهای خاص خودشو داره. یکی از جذابترین املاکش عمارت تاریخی توی فرانسه است که به خاطر طراحی کلاسیک و باغ‌های وسیع شهرت داره. این عمارت به یکی از اشرافزادگان مشهور تعلق داشته و حالا تبدیل به محل اقامت جولی شده. تازه خونه اون توی لس آنجلس با امکاناتی مثل استخرهای بی‌نظیر و سالن‌های بزرگ تنها یکی از نمادهای زندگی اشرافی اونه. بریم سراغ جواهراتش که خیلی هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. اون اخیراً حلقه‌ای با الماس 20 قیراطی به ارزش 15 میلیون دلار خریداری کرده که به خاطر طراحی منحصر به فرد و ارزش بالای اون تو سطح جهانی شناخته شده. شایعاتی هم وجود داره که اون به تازگی یک گردنبند نادر از جواهرات تاریخی رو به کلکسیون خودش اضافه کرده که قیمتش بیشتر 50 میلیون دلاره. آنجلینا جولی به خاطر داشتن خودروهای لوکسش هم معروف شده، اما اخیراً یه خبر جنجالی درباره اون منتشر شده که نشون میده به تازگی یه خودروی رولز رویس فانتوم به ارزش 500,000 دلار رو با تغییرات سفارشیش خریداری کرده. این خودرو به طور خاص برای اون طراحی شده و با تکنولوژی‌های پیشرفته و فضای داخلی زیباش به یکی از جذاب‌ترین خودروهای موجود توی بازار تبدیل شده. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودین حتما لایک کنید که به من کلی انرژی میده. خب بریم سراغ سفرها و تعطیلات لوکس آنجلینا. اون اخیراً به یکی از جزیره‌های خصوصی توی کارائیب سفر کرده که به خاطر هزینه‌های نجومی و خدمات اختصاصی به یکی از مکان‌های محبوب افراد ثروتمند تبدیل شده. این جزیره به طور اختصاصی برای اون و خانواده‌اش اجاره شده و امکاناتی مثل ویلاهای لوکس و خدمات خصوصی 24 ساعته ارائه میده. جولی به جمع کردن آثار هنری نادر و ارزشمندم خیلی علاقه‌منده. شایعاتی وجود داره که اون اخیراً یه نقاشی تاریخی از یکی از هنرمندان مشهور رو به قیمت 30 میلیون دلار خریده. این اثر هنری نه تنها به خاطر زیباییش بلکه به خاطر تاریخچه و ارزش مالیش تو سطح جهانی شناخته شده است. اما بریم سراغ زندگی خصوصیش که همیشه مورد توجه رسانه‌ها بوده. گزارش‌هایی از مشکلات و اختلافش با براد پیت منتشر شده بود و یکی از شایعات دیگرش هم درباره روابطش با شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذاره که به طور مرتبم توی اخبار و رسانه‌ها مطرح میشه. آنجلینا در دنیای سرگرمی و امور خیری هم خیلی فعاله. اون توی رویدادهای لوکس و جوایز سینمایی حضور داشته و در تبلیغات برندهای معروف و لوکس فعالیت کرده. همینطور اون به خاطر برگزاری کمپین‌های خیریه و پروژه‌های بزرگ با هزینه‌های بالا شناخته میشه. این فعالیت‌ها نشون دهنده تأثیر گسترده اون توی دنیای هالیوود و فراتر از اونه. آنجلینا جولی به عنوان یک فعال اجتماعی و بشردوست توی چند تا پروژه خیریه و امور بشردوستانه مهم شرکت داشته، مثل پروژه‌های پناهندگان که به عنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد برای پناهندگان فعالیت کرده. اون توی پروژه‌های مختلفی برای حمایت از پناهندگان توی سراسر جهان شرکت کرده و برای جلب توجه به بحران‌های انسانی و افزایش آگاهی عمومی تلاش کرده. جولی در زمینه‌های حقوق زنان و کودکان فعاله. اون به ویژه بر روی حمایت از زنان و کودکان در مناطق جنگ زده و آسیب دیده تمرکز کرده و با سازمان‌های مختلفی هم همکاری میکنه. جولی به طور مرتب کمپین‌های خیریه و جمع‌آوری کمک‌های مالی رو برگزار میکنه و توی این کمپینا به جمع‌آوری منابع مالی برای پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و بشردوستانه کشورهای در حال توسعه
کمک میکنه. خودشم به صورت خصوصی بخشی از درآمدشو به سازمانهای غیر انتفاعی و پروژه های بشردوستانه اختصاص داده. زندگی لاکچری و پرزرق و برق آنجلینا جولی نه تنها به خاطر موفقیت‌هاش توی عرصه هنر، بلکه به خاطر جنجال‌ها و خریدهای افسانه‌ایش همواره کانون توجه بوده. اگه این ویدیو براتون جالب بود لایک کنید، به اشتراک بگذارین و برای دیدن ویدیوهایی از شخصیت‌های معروف و ثروتمند کانال ما رو سابسکرایب کنید.